سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون پری فار میوزیک. خیلی خوش برگشتید عزیزان. سینا هستم. پریسا هستم. بله برگشتیم خدمتتون با یک ویدیوی دوشنبه گردی. قراره بریم به پایتخت زیبای تاجیکستان، کشور دوست و همسایه که نه ولی برادر و دوست داشتنی، یه جورایی همسایه ایم دیگه، همزبون همدل. قراره بریم و دوشنبه رو ببینیم با تصاویر متفاوت. حتما لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. لایک و کامنت هم برای ویدیو ما لطف میکنید و فراموش نکنید. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما رو دوستاتون معرفی کنید. آره شما هم همینو گفتید، منم همینو گفتم. بریم سراغ ویدیو. لایکتون انرژی میده بچه‌ها که دوبار گفتیم. دوشنبه گردی در تاجیکستان زیبا. سفر به تاجیکستان. قطر. درسته، یه لحظه احساس کردم ویدیو. نه تاجیکستان. نکنه تصاویر هوایی قراره ببینیم. خیلی باحال میشه اگه همچین چیزی باشه. فکر کنم الان مستعمره هواپیماییم، الان رسیدیم تاجیکستان. همونه دیگه، حسه رو میخوایم ببینیم چه حالتی آدم میتونه بگیره. انداختنمون پشت کامیون. بیچاره شدیم، الان من اون داخلم گیر افتادم، نمیتونم زیبایی ها رو ببینم. بله زیباست. من فکر میکنم که مشکل از ماست. نه مشکل از خودشونه. همینقدر چیزش آره کیفیتش. یک کم صبوری کن. اینا چیه؟ منم موندم، دوتا شبیه استادیومن. آها الان درست شد. آها نه اون تیکه همون جوریه، انگار خود تصویری بوده. این دوتا برجا رو چند سه برجه شد سه تا؟ آره نه سه برج بود فکر کنم سه برج. آره این سه تا رو توی یه ویدیو موزیک هم دیدیمشون، از دوشنبه بود. چه عظمتی هم داره. به به ببین چه خوشگل شکل پرچم و بیرق و اینجوری میندازن. اون بیمارستان باید باشه. فکر کنم شهر آرام و خیلی ترتمیزی هم هست. آره معلومه که همه چیز آرومه. عاشق نورپردازی شهرم توی شب. واقعا قشنگه، خیلی قشنگه. قرار شهر شب و کلا ببینیم. آره یحتمل که این خیابان یک خیابان مرکزی باشه که ساختمان بلوارا رو میبینی که اینجا رو ما قبلا هم دیدیم. فکر میکنم اون کاخی باشه که مثلا رئیس جمهور و اینها داخلش سکونت دارن، یه چیزی مثل کاخ سفیده. چقدر جالب. توی واشنگتن نیست. خیلی خوشگل، چقدر باغ داره. یه میدان خیلی بزرگی که دقیقاً پر از درختان و گیاه و خوشگل. به خاطر آب و هوا هم هست. 100%. اینه ساختمانش. خب تصویر قبلی رو که من دیدم احساس کردم که ورودیش از همون باغ است. آره من احساس کردم از اونجاست. ولی قشنگ جلوش داره. خب ماشین رد میشه و خیابون کشیده شده و چقدر جالب. جاده کشی داره اون. آره. عمارته من فکر میکنم این عمارت ارتباطی نمیدونم و حسم مثلا ارگ ریاست جمهوری همچین چیزی میگن، نه اینکه مثلا رئیس جمهور الزاما توش زندگی کنه. راهنمایی کنید چه کامنت ها. آبنما مشخصا شهرداری. به تصویر رو ببین. این دوتا همون دوتایی بودن که نفهمیدیم. این دوتایی که دایره‌ای ان گردن
شبیه استادیوم هم هستن. آره میتونن استادیوم ورزشی باشن و استادیوم ورزشی باشن. اون تکه که یه تیکه آبی رنگ الیدیاش چه داستانی داره؟ اداره آبه. چرخ فلک رو دیدی؟ نه ببین یه مجتمع جلوش هم دریاچه است. حالا ندیده بودم تاجیکستان رو توی شب. ما فقط یه تصاویریش اگه دیده بودیم تو ویدیوها یا ویدیو موزیک ها، ولی اینجوری فوکوسی و قشنگ ببینی خیلی قشنگه. اینا چرا اینجوری؟ قلم اینترنشنال اسکوله. اسکول این برش البته، ولی خیلی ما مدرسه بین‌المللی قلم. خیلی خوشگله. یه نماد برج، احتمالاً بالاش نمادی از تاجیکستان باشه. من فکر کردم مشعله. شهر بازی در پارک شهر. دقت کردم چه نظمی در رانندگی دارن. آره خیلی مرتب و تر و تمیز. این رانندگی که میگی همیشه در موردش صحبت زیاد میکنه. رانندگی میگن یکی از اون فرهنگای بین هر مردمان هر کشوری که نمایانگر فرهنگ کشور. آره بس خیلی مهمه. آفرین. که چی کار کنید تو در حینش. ولی این شهر بازی رو باید رفت. شهر بازی خیلی تاریک بود. ویدیو مختصر مفید تر و تمیز. من دوست دارم روزم ببینمش. بیشک. آره من ولی حس و حال شهر خیلی قشنگه. منم شهر و شب دوست دارم. حس و حال شهر در شب خیلی قشنگه. این هم تاجیکستان زیبا، به امید روزی که بتونیم بیایم خدمتتون. آره. اونجا دلم میخواد نوروز بیام بچه‌ها تاجیکستان. آخه نوروز هم تاجیکستان خوشگله هم افغانستان خوشگله. شما وقتی توی یه سفری میخوای بری قطعا هر دو کشور رو میری. کلی هم کنسرتای باحال بریم دور هم دیگه. و برای بچهای هنرمند افغانستان تاجیکستان هم اونجا بشینیم. و البته که هنرمندان افغانستان هم اونجا کنسرت میذارن. چه شود قشنگ میشه. نه به امید اون روز. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. به امید دیدارتون با یه پیشنهاد دیگه از خودت. قربون شکل ماهتون، ماش به کله هاتون. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.